الله سبحان 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 الله. باش موانع دست نزن تو زحمت خیلی کشیدی. آخه اون ترمز دارم بده جان من. آخه امروز ممکن چای خود ببری دخترها خو برزم شکر برزم دختر خو. بله بابا جان. پیشی بسه این از این دختر من افسان شکر برزم بابا. نه بابا جان نمیخوری؟ خیر باشه کو بده دخترم رو تو چای برزم. این دختر گلمه میگی چای خوب دست خوب بگی که نفته که مشکل دختر خود چای برزم باز برای مادر جانم چای میرزم. اهل جانم بابا اینی هم دشنمه به تو چای برزم خانم. برزم اهل خانم جان. کاش که صبح میگفتی میرفتم کمی پنیر چیزی میستوندم خانم. خب چای خوب بخوریم بچیمه. میگم خانم جان فقط لیست دارم تیار میکنی امروز کمی برم برای تو آن سودایی که میبستم. اگر خودت میری یک تبدیل هوایی میشه به تو دل تو بده. فقط لیست خود تیار کن که برم سودا بستم. دخترها گلم هر چی که مایم امروز بگین که بابا با شما بستم. چی بستانم به دختر خود؟ میستونم بابا. آقا چی بیشتر میستانم؟ چی بستانم؟ بابا جان برای من رفتیم برای من قلم رنگه میخری. حبل بلا نه نموننده که فقط هم 2 دقیقه میجگاه بشینم با 100 رقم برید از سفارش میکنم قلم رنگ سرتون بخوره. تو درس نمایه پس با تو رو عروس میکنم بعد ما خونی چون خرچه مستی به تو بخرم. دختر کلان که اینجا باید قلم رنگه بخر و چی بخر که پس سبامو بچه بردگه بر میتاره میبانه خاک بم سرتو گیم من بزدی خراب کردی. بابا من میشینم نوشتاشه خود میکنم شما برای من قلم رنگه بست. به چی شما چه؟ خب به دختر گل خود چی بخرم؟ سلام بابا جان. و علیکم. بابا جان برای من یک عروسکی میخریم. لا حبل بلا لا حبل بلا امروز سبا تو رو عروس میکنم عروسکی میچکا کنی؟ عروسک به من میخریم بخی بدن از دل رو میکن کن بخی به شرف شما نالت چه فقط به بانکیو. بابا جان من قلم رنگه دارم برای من یک عروسکی بخریم. خب دختر گلم تشکر. خب خانم جان انا دختره کام خو یک عروسک ماه یکم قلم از این میدم شیشتی مثل بوت بامیان میری طرف مثل میبینه خوب گفته همون لیست سودار تیار کجگرمه. پیا مریم جان خواه میبینو یعنی از پلو راست برخیستی هفته و کدو طرف بدر شده. چرا؟ توی تو خوش اخلاق شدی. خانم جان به خدا پلو راست بخشتم دیگه از این لحظه به بعد مام عشقم زندگی منه تونی دخترا منه. حالا همون لیست خود تیار کو اون ماه ظرفشویی هم یاد تو هست که به من گفتی. نگم زن بله میشه میمون دارم. خب فکر نونمونیر بکنی. به چی شما میمون داری؟ همون لیست خیلی وقت برای شما بدارم که نستوندیم. پیاز کچلو نداریم، رب نداریم، نخود نداریم، هیچی نداریم دیگه. لا حبل بلا یعنی ایت روزی بشد که کلمه خراب نباشه از خونه بری شو. تو چه کار میکنی؟ برین نیه بخونه روغن یا عمر بیاوردم پس اینا رو تو اون بس که مدت بیار خو میدی چه کار میکنی؟ که گپ میمونه بزنم برای من لیستی بری میکنی که لیست به تو دادم نستوندی چه کار نکردی فلان نکردی.
همین اول صبح چرا اعصاب خود خراب میکنی؟ لا تو بریم اعصاب میگذری. آخ تو بریم اعصاب میگذری. هر صبح که بری شدم تو انت باعث اوقات تلخی میشی. خب از این خونی خالی شما من چکار کنم؟ حتی برای شما گفتم مای زبشوری بیاریم نورده. لا تو خودت گپ یاد نداری بریم بزنی. گپ مفت تو مای زبشوری کی میخونه خو مای زبشوری داره. پیر بابو بابچه مار همه خاکستر و گلا کراجی چشته. تو حالا بریم با مای زبشوری سفارش میدی. من بزی گپا نمیفهمم. من 3 ماه اومد درخت به امشب میمونم و عوض نشه با خدا تو طلاقه میکنم ها. خدا چکار کنم؟ خدا نصیبم همچی متکای نکنه که نه اخلاق داره یعنی چی؟ واقعا من بیدارم یا خواب میبینم. پیا مریم جان خود دونی؟ ها جانم دیگه کی ندیگه؟ خستگم بی خونه رفت آمد داره خود منم ها دیگه. من میفهم که شما شعر تعجب کرد. دیروز خانم جان شما که نبودیم به خونه من یک کلیپی از تلویزیون دیدم. همه دنیاش خدا کاش که به هفته که 7 روز ای بره من خونه مادر خب گم مرگ شه. بچه ها امشب نمادن که پروازی کنه مجبورم تلویزیون روشن کنم. باز همین رفیقا قنیمت بیام حداقل قیلون میزنی پروازی میکنی ساعت تا تیر میشه. اما اینا که نیم دیگه مجبورم تلویزیون روشن کنم. خوش اخلاقی و خوش رفتاری حضرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در مقابل خانواده. پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می‌فرماید روز قیامت در ترازوی اعمال صالح مؤمن هیچ چیزی سنگین‌تر از اخلاق پسندیده و خوش رفتاری نیست و الله متعال از انسان بد اخلاق و بدعان بد میبرد. سنن ترمذی حدیث شماره 2002 روایت از حضرت ابودردا رضی الله عنه. ای انسانی که تو بد اخلاق و بددهان هستی پس کوشش کن که توبه کنی و با خانواده و مردم خوش اخلاق و خوش رفتار باشی تا از عذاب الهی در امان باشی. در توبه هنوز باز هست پس توبه کن و خوش اخلاق باش. خانم جان واقعا در روزی کلیپ که دیدم من از آسمون به زمین آمدم. نمیفهمیدم تا حالا که اولاد چی اندازه به سرمق داره زن چی اندازه به سرمق داره. این کلیپ که دیدم واقعا از خواب غفلت بیدار شدم. حالی هم دیگه سعی میکنم کسی باشم که هم اولاد من ماسته باشه و هم زن ماسته باشه. بتونم یک پدر خوبی باشم برای خانواده. من دیگه تصمیم گرفتم از امروز که دیگه من آدم دیروز نباشم. خدا رو شکر.